یک شیعی مسئول وفادار به مکتب وحدت و عدالت که صفت زندگی علی و رهبری و برابری که مذهب علی و فدا کردن همه مذهب‌ها و سای حقیقت که رویه علی. خدایا رحمتی کن تا ایمان نام و نان برایم نیاورد. خدایا رحمتی کن تا ایمان نام و نان برایم نیاورد. قوتم در تا نامم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم، تا از اونها باشم که پول دنیا را میگیرند و برای دین کار میکنند، نه از اونها که پول دین میگیرند و برای دنیا کار میکنند. خدایا این کلمه اخلاص من چند ماه پیش اینا رو نوشتم در ذهن یک مطلب متوجه شدم. اون خیلی توجه ساده نیست. ترجمه یک قرآنی به مال قرن 4 نگاه می‌کردن، یک نسخه خطی در آستانه کتابخانه آستانه مشهد. اونجا اخلاص به معنی کرده بود. همه میگن پاکی و من بی‌نظری و فلان اینها. اونجا اخلاص یک کلمه معنی کرده بود که برای من خیلی آغاز کشف بزرگی بود. اخلاص یکتایی. آدم هر کاری که میکنه 100 تا چیز میخواد ازش، چند تا جهت داره، چند تا هدف داره، فرقاتیه. اما اخلاص چند تایی نیست آدم دارش، یکتایی. تمام وجود آدم یک بعد داره، یک جهت داره، دیگه هیچی نیست. اون معنی اخلاص و عجیبه. خدایا من باره تو را سپاس میگذارم که هر که در راه تو و در راه پیام تو. از اونجا اصلا حس کردم اخلاصی. خدایا من باره تو را سپاس میگذارم که هر که در راه تو و در راه پیام تو پیشتر میروم و بیشتر رنج میبرم. اونها که باید ما را بنوازند میزنند، اونها که باید همراهمان باشند سد راهمان میشوند، اونها که باید حق شناسی کنند حق کشی میکنند، اونها که باید دستمان را بفشارند سیلی میزنند، اونها که باید در برابر دشمن دفاع کنند پیش از دشمن حمله میبرند، و اونها که باید در برابر سنفاتی های بیگانه ستایشمان کنند، تقویتمان کنند، امیدوارمان کنند و تبرئه‌مان کنند، سرزنشمان میکنند، تضعیفمان میکنند، نومیدمان میکنند، متهممان میکنند. سپاس میگذاریم. سپاس. همین نعمت بزرگی است. جز از این طریق آدم از اخلاص و خداوندی میشه. تا در راه تو از تنها پایگاهی که چشم یاری داریم و پاداشی میشویم. اگر من یا ما یا یک هر کس یا هر گروهی در راه ایمان خودشون کار بکنن و عده‌ای از مردم ستایشگرشون بشن و قدرشون بشناسن، شرک ایجاد شده پنهانی. یعنی در حالی که برای خدا کار میکنن یا برای هدفشون کار میکنن، در این حال به وسیله تصویرها و تحریک‌های عده‌ای اشباع میشه خودخواهیشون. در اینجاست که خداها و دیگران شریک میشن در فعالیت و کوشش فداکاری فرد.